1001 شب، راز پنهان کتاب. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما بیننده های محترم و دوستداران ادبیات. خوش آمدید به برنامه دیگر از چینل یوتیوب فرازکست، برنامه 1001 شب. ما در این برنامه کتاب دیگری داریم، یکی از مهمترین و پرفروشترین کتاب های ترکی در جهان، خصوصا در ایران، افغانستان و ترکیه. کتابی که تا هنوز بیش از 500 بار بازچاپ یافته و تنها 50 نویسنده ایرانی آمدند با سلیقه خود، با لهجه خود این کتاب را به زبان فارسی برگردان کردند. یک کتابی بی نهایت مهم که منتقدین به این باور هستند این کتاب نوع روایتی از زندگی مولانای رومی و انسان قرن 20 و انسانی قرن 7 است. ملت عشق، اثر و نوشته الیف شافاک، مهمترین و مشهورترین نویسنده اهل ترکیه، نویسنده که هم به زبان ترکی می نویسد و هم به زبان انگلیسی که در خارج از ترکیه به سر می برد. این کتاب یک کتاب بی نهایت مهم است، هم در ایران و هم در ادبیات ترکی و هم در جهان توانسته جوایز مختلفی را بگیره و تا هنوز در جوایز دیگری هم نامزد شده است. ملت عشق چگونه کتاب است؟ دارای چه مضمون است؟ از نگاه داستان نویسی در چه جایگاه قرار داره؟ و خواندن این داستان برای انسان افغانستانی ایرانی چرا نیاز هست؟ و مهمترین سوال این که چرا ملت عشق یکی از پرفروشترین کتاب ها در جهان و مهمترین کتاب ترکی در جهان است؟ ما در این برنامه روی این موضوعات میچرخیم و بحث می داشته باشیم. در نخستی که باید به معرفی این کتاب برویم. ملت عشق با نوع روایت زندگی دو انسان است. یک انسانی که در قرن 7 زندگی میکرده و زندگی داشته و یک انسانی که در قرن 20 در دورانی که الیف شافاک خودش زندگی میکنه زندگی داشته. دو انسانی که از هر نگاه مهمند و یک نگاه نوی به زندگی خود دارند و انسانهایی که در نخست یک نگاه و یک بینشی از زندگی داشتن و در پایان هم نگاهشان تغییر خورد و توانستن یک نگاه بهتر و یک نگاه مفیدتر که هم برای خود و هم برای دیگران داشته باشند در وجود خود پیدا کردن، با نوعی که تکامل یافتن. در قسمتی از کتاب الیف شافاک می رود به زندگی مولانای رومی و شمس تبریزی. در آنجا تمام زندگی آنها را بر روایت خود به زبان خود می نویسد، شرح می دهد. از ملاقات شمس تبریزی با مولانای رومی شروع، از خانواده مولانای رومی و سرگذشت پدری او در افغانستان و چگونگی مهاجرتش به ترکیه و موضوعاتی که مربوط و منوط به زندگی مولانای رومی می شود، یا آن طرف هر آن چیز اتفاق و حوادث و رویدادی که بین مولانای رومی و بین شمس تبریزی دیگر شاگردای مولانا صورت می گیره در این کتاب درج شده. و این طرف یک انسان قرن 20 کسی به نام الا و عزیز نوی زندگیشان انعکاس داده شده و روایت شده. دو انسانی که در اول یک نوع نگاهی به زندگی داشتن. الا مرد زنی است که شوهر داره، اما دنبال این است که عاشق بشه، عشق را تجربه کنه، یک زندگی خوب با مزه و لذت بخش داشته باشد، زندگی خود را از اون خشکی و از اون روزمرگی نجات بده. و آن طرف عزیز است، مردی که کتاب می نویسه و کتاب کفر شیرین را نوشته است، اما یک روز از روزها وقتی که الا تصمیم می گیرد در زندگیش یک تغییراتی به وجود بیاید، سر می خورد به این کتاب کفر شیرین. این کتاب را وقتی مطالعه می کند خوشش می آید و دوست دارد با نویسنده این کتاب مواجه شود و وصل شود. از طریق ایمیل سرانجام با نویسنده وصل می شود و در نهایت بین این دو یک عشق، یک محبت و یک دوست داشتنی به وجود می آید. در آن سوی دیگر شمس تبریزی است، مردی 40 ساله شده و به این نتیجه رسیده
به زودی از دنیا می رود و چون قانون عشق را حکمت را می داند باید بر یک کسی این قوانین را یاد بده، چون این وفات میکنه، از دنیا می رود و قوانین همراه خودش می رود، دفن می شود. باید یک کسی باشد دوباره زنده نگه کند قوانین را بر دیگران برساند. برای همین یک روزی در کنار مسجد نشسته می باشد، می بیند یک کسی سری شتر یا اسب سوار رد می شود و نزدیک اون می رود. دو سوال از اون می کند. یک سوالش همی است که آیا محمد مصطفی بهتر است یا ابایزید؟ به اون پاسخ می دهد محمد مصطفی. و در اینجا یک ارتباط، یک دوستی و یک صمیمیت بین شمس تبریزی و مولانا آغاز می شود. این سوال سبب می شود این دو با هم وصل بشوند و بین اینها یک صمیمیتی تکامل یافته و یک حس خوب و یک دوستی و رفاقت بسیار خوب ایجاد شود که بعدا ما می‌بینیم یکی در مورد دیگر و از زبان دیگر شعرهای زیادی را گفتن. و این طرف که انسان قرن 20 وقت روایت میشد، مثل سوال شمس تبریزی و سوال این در مورد زندگی، آیا زندگی بهتر است که در او عشق باشه یا هم زندگی روزمرگی، که سبب میشه با نویسنده وصل بشه و یک عشق در بین اینها به وجود بیاید. این نوع خلاصه کتاب است و خلاصه ملت عشق است. اما چرا این داستان مهم است؟ منتقدین در این موضوع چند نظر دارند. تعداد به این باور هستند مثنوی ملت عشق به نوع روایتی است از مثنوی، روایتی است از دنیای مولانای رومی و روایتی است یا باستابی وقایعی است که اتفاق افتاده در دوران شمس تبریزی. یک روایت عارفانه با نگاه عارفانه از زندگی عرفای بزرگ و سرکرده های عرفاست و یک باستابی وقایعی است که برای انسان عارف اتفاق میفته. خصوصا شمس تبریزی و مولانای رومی از این نگاست که انسان ها بیشتر دلبستگی و به این کتاب نشان میدن، چون که انسان ها خصوصا انسانی که در افغانستان و ایران و ترکیه زندگی میکنند یک نگاه عارفانه دارند یا بیشتر مواجه میشوند با نگاه های تصوف ها و نگاه عرفای بزرگ و این انسان ها بیشتر مثنوی معنوی میخوانند و دوست دارند مثنوی را بخوانند. وقتی که ملت عشق را میخوانند میبینند یک روایت نو با دوربینی نو از زاویه نو با زبانی که در جهان امروز در قرن 21 رواج هست، با آن مردم بیشتر می نویسند. آمده از انسان قرن 7 نوشته و زندگی مولانا را باستاب داده، برشان دلنشین و جذاب تمام می شوند و به زودترین فرصت و هر چه زود به سراغ این کتاب می روند و یکی از دلایل مهم بودن این کتاب همین دانسته شده. و برخی منتقدین می گویند پرداختن الیف شافاک به زندگی یک انسان در قرن 20 و نشان دادن این که برخی نیازهایی که بر انسان قرن 7 هم نیاز بوده بر انسان قرن 20 هم نیاز است و حتی می تواند این انسان را آن نیازها و داشتن آن نیازها به تکامل برساند، از جمله رفتن و زندگی کردن در عشق یا با عشق و پرداختن به عرفان، به نوع داشتن یک نگاهی دینی و یک ایجاد شدن یک وابستگی بین انسان و بین خدایش و توکل بر خدا. این مسائلی است که برای مولانای رومی دغدغه بوده و سبب شده پیروز شود و برای انسان آن روزی دغدغه بوده و برای انسان امروزی اگر در دغدغه باشد و اگر به این مسائل بیشتر مراجعه کند و در ضمن سعی و تلاش بکند می تواند یک الگو و یک ابزار خوبی برای رسیدن به مقصود و برای مطلوبش باشد. همچنین قصه مثنوی، قصه مولانا و شمس برای انسان امروزی یک قصه تازه است، اگرچه بارها شنیده. با روایت الیف شافاک تازه است، چون که هم زاویه روایت فرق میکنه و هم زبان روایت و هم الیف شافاک سعی کردن نیازها و آنچه که برای انسان قرن 20 مهم است را در رمان بگنجانه و آن طرف
هم نیازهای انسان قرن 7 را بین اینا یک تلفیق یک ثانیه به وجود بیاره که یک روایت بی نهایت جذاب شده از زندگی مولانا رومی و برای شناختن مولانا بیشتر پیشنهاد می شود این کتاب را آدم داشته باشد، تهیه بکند. با این حال برخی منتقدین هم به این باور هستند ملت عشق یک کتاب سطحی است، بسیار سطحی به ادبیات عرفا پرداخته یا بسیار سطحی رفته به دنیای مولانا رومی، نتوانسته آنچه را که مخاطبای جدی ادبیات میخواهند آن شناخت را از زندگی مولانا و شمس تبریزی و از مثنوی و از قصایان دوران داشته باشند را این کتاب انعکاس بده. برای اینکه یک نوع تحریف های در این کتاب به وجود آمده، چون الیف شافاک قواعد، عناصر و مهمات رمان نویسی را در نظر گرفته، برای همین اقدام کرده یک نوع مسائل مواردی را خودش اضافه کنه در کتاب، در علاوه از آن مسائلی را که از مثنوی گرفته یا که از زندگی مولانا رومی گرفته و همچنان بیشتر عمیق‌تر به فلسفه تصوف نپرداخته، چون به گفته خود مخاطب کتاب ما مردم عامه است. ولی منتقدین جدی به این باور هستند الیف شافاک وقتی اکثرا مخاطب خود را ملت و مردم عامه انتخاب کرده، اون اصلیت متن را نوع قربانی کرده و نتوانسته موفق‌تر عمل بکند در بازتاب دادن تصوف و این دنیا و فلسفه، چون خیلی سطحی به این موارد پرداخته. ولی یک نکته بسیار برجسته در این کتاب وجود دارد، این که ما می‌بینیم هم زندگی مولانا و شمس را یک سوال تغییر میده و هم زندگی الهه و عزیز را یک سوالی که ظاهرا خیلی ساده است ولی نیاز یک انسان است، یک سوالی در باطن خیلی عمیق است، این که میگوید زندگی با عشق بهتره یا زندگی بدون عشق، و یک کتاب میآید زندگی را تغییر میده، از انسان خشک، انسانی که عشق را رد میکنه، میآید عاشق پیشه میشود، خاطرخواه میشود، میآید به دنیای عشق و میآید آن طرف میره به دنیای تصوف و آن طرف بیشتر خدا به خدا نزدیک میکنه، با انسانان نزدیک میکنه، یک ارتباط کلان و گسترده را ایجاد میکنه در حول و ماحوط خود و بیشتر میپردازه به راز و نیاز با خدا. که خواندن یک کتاب در مورد یک مولانا رومی این تحولی عظیم را در زندگی این فرد به وجود میارد، یعنی خواندن یک کتاب میتواند اینقدر مهم برای انسان ها تمام بشود اگر کتاب مهم باشد و اگر انتخاب انسان مهم باشد و اگر مقصد انسان و سعی انسان برای رسیدن به مطلوب به یک نتیجه باشد. از ویژگی دیگر ملت عشق داشتن عناصر رمان است. تمام عناصر رمان روز را ما در این کتاب میبینیم، از هر نگاه، چه زاویه دید، چه روایت، چه شخصیت پردازی کامل و چه ایجاد حوادث پی در پی. تمام حوادثی که در ملت عشق به وجود می آید علت و عاملشان گفته میشه. شخصیت ها زبان خود را دارند و روایت خود را دارند، شخصیت ها خصلت خود را دارند. ما در برنامه پیشین هم صحبت کردیم در مورد داستان داشاکل، در آنجا گفتیم هر شخصیت این داستان روایت خود را، زبان خود را، فهم خود را، سلیقه خود را، خوی خود را دارند که داستان را زیبا ساخته و موفق ساخته. این خصلت ها و این موارد در ملت عشق هم تا جای دیده می شود، نه به اندازه داشاکل ولی تا جای دیده می شود که توانسته ملت عشق را به یک رمان موفق پرفروش تبدیل کند. برای همین تنها در چند سال اخیر بیش از 500 بار ملت عشق بازچاپ یافته. در ترکیه، ایران و در افغانستان هم خواننده‌های افغانستانی، ایرانی بیشتر به خاطر شناخت مولانا رومی، سفر به زندگی شمس تبریزی و شناخت بیشتر، فهم بیشتر از مثنوی معنوی مراجعه میکنند به ملت عشق و نیاز هست اگر ما بتوانیم مولانا رومی را از یک نگاه نو با زبان نو، ساده، صمیمی، به یک زبانی که در آنجا
از عشق صحبت میشه، از دوست داشتن صحبت میشه، از نیاز انسان امروزی صحبت میشه. یک زبانی که نوی با ما انسان ها میتوانیم هر چیزود با آن همزاد پنداری داشته باشیم. مولانا رومی را بشناسیم، باید ملت عشق را بخوانیم. ملت عشق ما را با مولانای رومی وصل میکند و ما میدانیم مولانا چه کارهایی کرده، چگونه خانوادگی داشته، مثنوی معنوی را چگونه نوشته، از کجا شروع کرده و کارهای دیگری مولانا را که برای دانستن بیشتر و عاشقانه‌تر باید ملت عشق را ما تهیه بکنیم. این یک کتاب خشک نیست، کتاب تاریخی نیست. ما کتاب‌های زیادی در باره و موارد مولانا رومی داریم که در زمینه تاریخ نوشته شدن یا در زمینه خاطره به نوع یادنامه یا در زمینهای داستان، اما ملت عشق روایت عاشقانه دارد که خواننده را تا آخر میکشاند، با نوی بسیار سرگرم میکند و هم با انسان قرن 20 مواجه میسازدش با نیازهایش و هم با انسانی قرن 7 با مولانای رومی و زندگی آنها و بلخ و به قونیه و به جاهایی که مولانا زیست میبرد. برای شناخت بهتر مولانای رومی پیشنهاد می شود این کتاب تهیه شود و خوانده شود. هم عناصر خوبی دارد از نگاه داستانی و هم یک رمان خوب هست و هم می تواند ما را بیشتر با مولانا رومی مواجه بسازد و ما بدانیم مولانا کی بوده با یک زبانی بسیار شیرین و صمیمی. این را اگر بدانیم خیلی قشنگ می شود که این زبان شیرین را ملت عشق دارد. خوشحال هستم بینندگان محترم تا این لحظه با من بودید. ما در برنامه بعدی هم یک کتاب بسیار مهمی را داریم، در موردش صحبت میکنیم. برای دیدن برنامه بعدی ما و دیگر برنامه‌های ما چینل یوتیوبی فرازکست را دنبال نمایید. تا برنامه بعد، خدا حافظ. هزار و یک شب، راز پنهان کتاب.